امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز به مناسبت روز پروکراتوری تاجیکستان در بینای دادستانی کل با کارمندان این ساحه ملاقات نمود و در برابر پیشرفت و موفقیت‌های این ساحه همچنین از فعالیت کم حوصلگی و بی‌اعتنایی و به مسئولیتی آنها در برخی از مسائل‌ها اظهار نگرانی کرد. پرزیدنت تاجیکستان از جمله تاکید کرد که جنایت‌های سنگین خصوصا 2 مراتبه در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است. تصرف مال و ملک مردم 2 مراتبه رو به افزایش نهاده است. خصوصا جنایت‌های مربوط به رشوه و پارستانی نیز در حال رشد قرار دارد. در برابر این همه پرزیدنت تاجیکستان از مقامات دادستانی تاجیکستان دعوت به عمل آورد که در تمام نهادهای انتظامی و در تمام ساحه‌ها باید نظارت به طور جدی پیش برد. طی 10 سال اخیر 46 نفر کارمندان مقامات پروکراتور برای صادر نمودن عمل‌های بدنام کننده از جمله 28 نفر برای صادر نمودن جنایت از صف‌های مقامات خارج کرده، 24 نفر آنها برای صادر نمودن کردارهای خصوصیت کورپسیونی داشته به جوابگری جنایت کشیده شدند و نسبت 64 نفر چاره‌های جوابگری انتظامی تطبیق گردیدند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسئله میزان آمادگی نیروهای مسلح کشور توجه نموده تاکید کرد که مسئولیت نیروهای مسلح برای حفظ استقلالیت و آزادی دولت و حمایت مرزهای آن دوچند افزوده ضرورت اندیشیدن شورای علاوه‌ای را به میان می‌آورد. امامعلی رحمان ذکر نمود که در جزء تام‌های قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای حربی مناسبت‌های غیر آیین‌آمیز خصوصا تصرف مبلغ‌های بودجه برای خرید آذوقه جای داشته به آماده باشی جنگی و روحی سربازان تأثیر منفی می‌رساند. رئیس جمهوری تاجیکستان به این مناسبت از شورای امنیت، دادستانی کل، وزارت دفاع، گارد ملی، نیروهای سرحدبانی و دیگر مقامات قدرتی دعوت نمود که آیین‌نامه‌های حربی صرف و خرج مبلغ‌های بودجتی به اموال را به طور قطعی تحت نظارت گیرند. غیر از این مقامات پروکراتور 1215 حالتی از جانب مقامات حفظ حقوق بر محل آغاز نمودن پرونده‌های جنایتی را آشکار نموده قرارهای غیر قانونی مفتشان را بیکار کرده است. علاوه بر این 228 قرار دیگری مقامات تفتیشات در خصوص آغاز پرونده جنایتی با سبب بی اساس آغاز کرده شدنشان قطع کرده شدند. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.